شبا اینا زنگ زده ای یک جوشی دیا که عبدالله جان 5 minut گفت سبحان الله من نمیدونم مغازه میرم گفت بزوقش کرد برادرم زیخ نشدی؟ ای سبحان الله اکه عبدالله جان گجوشیدی 5 minut گفتی مغازه میرم گفتی 15-20 minut شدگی اینا خرید کردم خونه دقیقه خرید کردم اما این تلفن تا فراموش کردی ای زنگ زده را باور که امانت که اینقدر بسیار زنگ زده که او همسر مای برادرم اکه عبدالله جان آخی من حیرانم آدما آخی زناشون آخی زنک جا می‌نویسونن مادر کودکا می‌نویسونن شیف خانه می‌نویسونن آخی سبحان الله این امانت نویسونده این برای چه که نویسونده ای خیلی میخوای که معنیش رو شنوی؟ میخوام که هر باری که همسرم به من زنگ میزند برایم یادآوری شود که او امانت از الله است و الله نیز خیانتکار را دوست نمی‌دارد برادرم. انا به همون خاطر امانت نوشتم. ای ماشاءالله ای ماشاءالله